سلام دوستان، من مهدیم. به کانال خودتون یعنی مهدی چاینا خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام نحوه ثبت نام آزمون HSK 2 رو بدم. آزمون HSK 2 همون آزمون زبان چینیه که در سطح 2 چند وقت یک بار توسط کنفوسیوس دانشگاه تهران برگزار میشه و این دفعه 12 آذر 1402 برگزار خواهد شد و تا 15 آبان ثبت نام بیشتر نیست. حالا من در ادامه بیشتر در موردش توضیح میدم. قبل از اینکه کار رو شروع کنید لطفا کانال من رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغل دستش هم بزنید تا هر وقت من ویدیو جدیدی گرفتم تشریف بیارید ببینید، تماشا کنید، لذت ببرید. یه لایک خوشگلم بکوبید که کار رو تمام کنید. مرسی. خب حالا میریم اینجا. ببینید من قبلا وارد شده بودم. چون وارد شده بودم لاگین دیگه نمیخواد، ولی شما قطعا چون جدید هستید باید ثبت نام بکنید، بعد لاگین کنید بیاین توی سایت. ما رجیستر ناو میزنیم. خب میگه که میخواید چه آزمونی بدی. خب این HSK Speaking هست، یو چاینیز هست، بیزنس چاینیز. ما اینا کار نداریم، فقط چاینیز که در واقع HSK زده. HSK level 1 نمیخوایم، HSK level 2 دقیقا این که میخوایم. میزنیم. میگه این رجیستر. این زیاد خوندن در مورد توضیحات آزمون گفته. خب ما اول باید منطقه خودمون رو مشخص کنیم تا ببینیم کجا میتونیم امتحان بدیم که تو کنفوسیوس دیگه، ولی باید اینجا به صورت مشخص براش عنوان کنیم. ما میگیم آسیاییم، قاره‌مون آسیاست. حالا کانتری یا اون چی میگن کشور، ببخشید من اینجا بذارم، کشور ایرانه. حالا تست فرمت یا شکل تست به این صورت باید باشه، حتما باید کاغذی باشه. چرا؟ چون زمان کرونا آنلاین بود. الان که دیگه خدا رو شکر کرونا برچیده شد، فقط کاغذی برگزار میشه. خب این که رو خودش هست هیچی. تست سنتر خودش آورد کنفوسیوس دانشگاه تهران و تاریخش 3/12/2023. خب اینم تیکشون میزنم. این برای رعایت کردن قوانین و ایناست. سابمیتو میدم، میره مرحله بعد. خب ببینید من یوزرنیمم اینه. خیلی جالبه که چون اینا رو ما قبلا زدیم این قسمت رو خودش میاره، چون نشنالیتی رو قبلا زدیم، ولی بقیه جاها رو باید پرش کنید دیگه. من میزنم، ببخشید. خب این اسم فامیل بود. خب میگه چاینیز نیم، اسم چینی رو نمیخواد. خب شاید ندونید اسم چینیتون چیه. فیمیل که نیست، میل. برثدی درسته، تاریخ تولد، این جنسیت، این تاریخ تولد، این نشنالیتی یا ملیت که ایرانه قبلا زدیم، اینم زبان مادری فارسی. خب میایم اینجا خیلی مهمه، آیدی تایپ یا نوع اون در واقع سرتیفیکیتی که میخواین ارائه کنید موقع آزمون باید اعلام کنید. پاسپورت، کارت ملیه یا کارت اقامته. معمولا پاسپورت بزنیم خیلی بهتره، چون با کارت ملی شاید خیلیا اون کارت هوشمند ملیشون رو نداشته باشن و اینجا اون رسیده رو قبول نمیکنه. ولی پاسپورت که بزنید، پاسپورت رو عموما همه دارن. حالا اینجا برای محض احتیاط آیدی کارت نامبر رو خواسته. حالا من یه چیزی الکی میزنم چون تست دیگه، این باقی که نیست. خب تلفن نامبر یه چیزی میزنم.
How long have you been learning Chinese؟ میگه چقدر چینی کار کردی؟ کمتر از 6 ماه. معمولا اونایی هم که HSK 2 آزمون میدن کسانی هستن که زیر 6 ماه چینی خوندن. این هم به صورت آزاد ما میگیم. خب آدرس رو حالا من میخوام اصولیشو که بخوام بگم، اول از شماره پلاک میگید تا بولوار و شهرتون. مثلا چه میدونم فرهاد جمع بیلدینگ، ساختمان فرهاد جمع، یه چیز الکی میخوام بزنم، شهران استریت، دور فاصله تهران سیتی. ایران هم که خودش. خب میره مرحله بعدی. بعد اینجا در واقع سایز رو همینا رو مشخص بکنید. ببینیم میره بعدی. بله فعلا بدون فوتو ریجستر میشه. من میخواستم امتحان بکنم که ببینم واقعا این کار میشه، دیدم شد. شما میتونید این کار بکنید، ثبت نام از نظر اطلاعات همه رو اوکی بکنید. اگر مشکل تو عکس داشتید برید بعداً اونو ادیت کنید. خب حالا ما ببخشید اینو حتما چک کنید یه دور، ببینید HSK Level 2 Registration، این هم اطلاعات. خب حالا اگر اوکی بود کانفرم رو بزنید، تایید، yes share. البته من یه هشدار بدم، چون من عکس آپلود نکردم، شما قبل از این که شو رو بزنید که تموم بشه ثبت نام، این احتمالاً تمومه، اینو بزنید دیگه نمیتونید تغییرش بدید. خب شما محض احتیاط قبل از این که اینو بزنید بیاین عکستون رو آپلود کنید. این توصیه منه، چون من الان نمیخوام آزمون بدم، قبلا آزمون دادم، برام مهم نیست، ولی شما که میخواین آزمون بدید حتما این رو رعایت کنید. مرسی. خب تموم شد، کار تموم شد، به همین راحتی بود. و میگه که قبل از در واقع 11/6 بیاین پرداختتون رو انجام بدید، وگرنه این ثبت نام هیچ اعتباری نداره، اصلا اعتباری نداره. خودشون خود به خود حذف میکنن اگر پول پرداخت نکنید. فکر میکنم هم 280 یوانه. حالا اون زمانی که من دادم تقریبا 5 ماه پیش بود، 270 یوان من دادم، ولی طی این چند ماه 10 یوان اضافه شده بهش، شده 280 یوان. و 280 یوان هم تاکید میکنم به صورت نقد میپذیرن. خیلی از دوستان من دیدم که علی پی میکنن یا با ویچت یوان میخوان پرداخت کنن که اونا قبول نمیکنن و فقط نقد قبول میکنن، که حالا باید برید توی بازار از دلالای محترم خریداری بکنید که با قیمت‌های گزاف معمولا. حالا ما بحث کاری نه. خب برمیگردیم. بله اینجا هم خیلی جالبه، ببینید تست اینجوری کارت نامبر همون شماره صندلیتونه که ساعت 9 صبح 3/12/2023 ساعت 9 صبح رأس ساعت 9 صبح بیدار میشه، رأس ساعت 9 برگزار میشه. و اینجا شما اینجا میتونید عوض کنید. اگر اطلاعاتی به هر دلیلی غلط بود میتونید اون رو اصلاح کنید و البته اون عکس هم بگذارید. خب حالا وضعیت آنپید پرداخت نشده. حالا به محض اینکه شما پرداخت کنید توی محل حضوری هم هست، شما که توی کنفوسیوس برید
در واقع یه خانم چینی هست شما راهنمایی میکنه، اطلاعاتتون رو میبینید، اگر که درست بود بهش میگید درسته و اون تایید میکنه و میزنه پید تموم، یعنی بعد بهتون شماره صندلی میده. خیلی شیک و مجلسی میرید آزمون رو میدید. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، امیدوارم کمکتون بکنه. اگر سوالی پیشنهادی دارید حتما توی کامنت از من بپرسید. خیلی ممنونم تا اینجا ما رو تماشا کردید. ممنون، مرسی.